ایران فقط تهران نیست. ایران سرزمینی است با مرزهای گسترده که اقوام و مردمان سخت‌کوش را با وحدت و همدلی در کنار هم جای داده و عشق به زندگی را در دل آنان رویانده است. مجمع مشورتی نظام مسائل کشور با هدف عینیت بخشیدن به بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب و به منظور بررسی و شناسایی ظرفیت‌ها و احصاء مشکلات کشور با تدبیر و نگاه برآمده از روحیه انقلابی برای تمرکز بر شناسایی و پیگیری نظام مسائل استان‌ها تشکیل شده است. این مجمع با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگانی در قالب کمیسیون‌های 10 گانه در 31 استان و 450 شهرستان کشور آمادگی دارد توان علمی، پژوهشی، دانشگاهی و تجربه میدانی خود را که برگرفته از نگاه تخصصی و دانش بومی است برای مشورت و ارائه راهکار جهت برون رفت از مشکلات و بالفعل سازی ظرفیت‌های موجود در اختیار سازمان‌ها، نهادها و ادارات قرار دهند. در حال حاضر چندین هزار نخبه جهادی و فعال در سرتاسر ایران اسلامی اعلام همکاری خود را برای فعالیت در این مجمع اعلام نمودند و این روند رو به رشد همچنان ادامه دارد تا بتوانیم از تمامی ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها برای بالندگی بیشتر کشور عزیزمان استفاده نماییم. مشکلات و ظرفیت‌های احصا شده توسط کارشناسان در سامانه mnema.ir در قالب کمیسیون‌های 10 گانه آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، انرژی، بهداشت، کشاورزی، اجتماعی، صنایع و معادن و عمران ثبت و پس از بررسی و کارشناسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و دیگر سازمان‌های مربوطه ارائه می‌شوند. از دیگر مأموریت‌های این مجمع تبیین موضوعات و دغدغه‌های روزمره به صورت تخصصی توسط هر کدام از کارشناسان عضو در سطوح مختلف میباشد که از تسلط و اشراف به دست آمده در نشست‌های کمیسیون‌های تخصصی جهت پیگیری و مطالبه‌گری از مسئولین مربوطه بهره گرفته می‌شود. اهداف راهبردی این مجمع عبارتند از بسترسازی ساختارمند برای مشارکت حداکثری مردم به منظور ایجاد تحول و پیشرفت در عرصه‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی کلان ملی و استانی، شناسایی و پرورش مدیران جوان در جهت مشارکت در تصمیم‌سازی ساختارها، تحرک در نهادها و سازمانها، مردمی سازی حل مسائل و مشکلات، جمع سپاری علمی و راه‌اندازی نظام ایده پردازی بر اساس نیازهای واقعی و اولویت‌دار کشور و استفاده از ظرفیت‌های میدانی و بهره بردن از دانش بومی برای احصا و سپس حل مسائل. مجمع مشورتی نظام مسائل کشور